بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على نبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. إن الله في عون عبده ما كان العبد في عون أخيه. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. و اجازه والی صاحب ولایت سمنگان و همه حاضرین، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بعد خوشحال هستیم که امروز در ولایت باستانی سمنگان در حضور شما بزرگان قرار داریم و خصوصا هم در مسیر کمک رسانی و هم رساندن کمک مخصوص عالی قدر امیر المؤمنین حفظه الله تعالی هستیم. خیلی خوشحال هستیم. حاضرین محترم، و ذات پاک یکتا بی عدد حمد ثنا باشد. بعد از 40 سال و 45 سال سختی و رنج و تکلیف و مشکلات فراوان و اشغال و تجاوزها، بمباردمانها، شکنجهها، خدای پاک ما و شما را به یک استقلال و آزادی و امن و سکون و قرار رساندن. امروز داخل اونمو امن و سکون و قرار، همه ما آزاد، خوشحال، خندان و سر کار خود با طبیعت آرام رسیدگی میکنیم. سر اهل فامیل خود، زندگی خود سپری میکنیم. در امی مشکلات ها و اشغال تجاوزهای 45 ساله، یک بخش عظیم مشکلات ملت مردم افغانستان مهاجرت بود. هجرت معنایش ترک کردن است. ترک وطن، ترک خانه، ترک قوم اقوام، ترک جایداد آبای و اجدادی. این خیلی مشقتبار و یک کار سخت است. دوم قدم رسیدن به او جایی که ده هدفش هستی. سیم قدم در او جایی که رفتی اونجا تا که جابجا میشوی، تا که یک سرپرخانه به خود پیدا میکنی، تا که یک نفقه و روزی و زندگی تا مسیرش برابر میکنی، این خیلی سختی است. خصوصا هم مهاجرین ما، افغانای عزیز ما که در ملکای همسایه ها مهاجرت رفتن، وقتم عصر زمان و پر از فتنه و مشکلات هستند. در نزدیک همسایه ها ما بودن که خوب شدن و دورترا که رفتن خیلی از دین و اسلام، از چوکات دین اسلام هم دور شده رفتن. بازم خوب است که در این نزدیک همسایه های ما اما عزت و آبرو و حیثیت و ایمان اسلامشان حفظ شد. و 40 سال 45 سال که در او ملکا تیر کردن، او میزبان ملکایی که 40 سال 45 سال از مهاجرین ما میزبانی کردن، جهان سپاس و تشکری میکنم ازشان. و در آخر که نیت استخراجشان، نیت اخراجشان که داشتین، اینجا خو یک ملک صاحب ملکی آمدن که احساس مسئولیت در قبال ملت مردمش دارن. یک امیر عزیزی متدین و مخلص و متقی پرهیزگار در سرپرستی این نظام قرار دارند. شیخ صاحب هبت الله امیر المؤمنین عالی قدر، اونا حریص به خدمت برای ملتش است. اونا در غم ملت مردمش شب و روز می سوزن. با همه سعی تلاش کوشش میکنند که با ملتش خدمت بکنند، خصوصا با مو طبقهش که اونا ضعفا هستند. قدر ضعفا را از همه که بیشتر مؤمنان مسلمان ها، خصوصا هم امیرای مؤمن مسلمان متدین نظام اسلامی خوب میدانند. چون که انما تنصرون و ترزقون بضعفائکم، این وعده صادقی است. ای الله سبحانه و تعالی یکی از دریچه های نصرت مددش از ناحیه ضعفا می آید.
این را امرای اسلامی، امرای نظام اسلامی خوب میدانند. امیر المؤمنین و بزرگان کابینه امارت اسلامی مصمم بودند روزی که اخراج مهاجرین که آوازش پیدا شد با امرای اونمو ملکا تماس بگیریم، ملکای میزبان تماس بگیریم، اونا برای ما اجازه بدهند تا که ما مهاجرین خود با عزت آبروی از امو خانه های مهاجرتیشان انتقال بدیم به خانه های آبایی اجدادیشان. متاسفانه این همکاری صورت نگرفت، بلکه ازش به شکل یک ابزار فشار و زور استفاده شد. مهاجرین افغانی مهاجرها را به زور، به شکنجه، به بیرحمی کامل از خانه هایشان کشیدند. مهاجرین ما اونجا پوت شده میگردند، به کوچه و بازارها نمی برایند که چرا در چنگال اونها نیفتیم. به هر حال قضای قدر الهی بود. از ملک اونها به هر شکل که برآمدین، مجرد که در ملکتان قدم میمانید صاحب عزت هستید. اینجا به خاطر مهاجرین میلیاردها افغانی مصرف شده، ده ها میلیارد افغانی. از امو ابتدایی که ورودی دروازه سرحدی برایشان کمپ ها تیار است، موترهای نقل انتقال آماده هست، حتی نان و چای و همه چیز آماده هست، کمپ ها آماده هست، خیمه ها آماده است. بالفرض که مشکلات پیدا شود یک روز دو روز تا به ولایت و به ولسوالی هایشان. در اینجا هم برایشان آمادگی مثل که پیشتر والی صاحب گفتن شهرک ها جور شدن، شهرک ها انتخاب شدن، سرک ها کش شدن. به خاطر ای از طرف امارت اسلامی، از طرف رهبری امارت اسلامی یک کمیسیون عالی به سرپرستی حنفی صاحب بزرگوار تعیین شده. تقریبا 15-20 تا وزیر صاحبه در اون کمیسیون عضویت دارند. چند روز پیش امیرالمومنین صاحب این کمیسیون را خواسته بود. ما مردمان در جمع کمیسیون رفته بودیم. اونجا از همه کارکردهای ما مردم پرسان کردن. ما گزارشات اینمی یک سال یک نیم ساله را دادیم. از اونجا که به ملک داخل میشوند، به خانه هایشان میرسانند، دم دروازه چطور است، در کمپ ها چه حال است، در موترهایی که انتقال داده میشه او چه شکلی است، اینجا شهرک ها از چه قرار است، همه ایشان گزارش دادیم. باز امیرالمومنین صاحب این بسته کمک ها را اونا اختصاص دادن. در هر ولایت چند هزار مهاجرینی که اونمو احوج و احتیاج دارن با اونا باید در خدمتش برسن. به خاطر رساندن کمک عالی قدر امیرالمومنین صاحب حفظه الله تعالی ما امروز در ولایت شما قرار داریم و امروز چند صد بسته ایش افتتاح میکنیم و سرپرستی والی صاحب تیم مخصوصی که اینجا هستن اینها ادامه میدهند. امارت اسلامی در خدمت شما هستند. این ملک آبایی اجدادی شما هستند. این ملک خانه شما هستند و آغوش امارت اسلامی برایتان واز است. آغوش بزرگان امارت اسلامی، آغوش ملت مردم افغانستان برایتان واز است. اون روز اولی که می آمدن همه افغانهای ما صاحب کلان موترها هستند، تجار صاحبا و آجی صاحبا موترهایشان را به افتخار بردن، مهاجرین سوار کرده تا به ولایتشان رساندن. از ایشان تشکری میکنم. خانه ایشان آباد. قدر مومن و مسلمان های خود، قدر برادرای خودشان میدانند. خدای پای خیرشان بده و الله سبحانه و تعالی رزق بنده هایشان را خودش به دوش خودش گرفته. البته از هر کسی جداگانه هست و ملتی را که الله سبحانه و تعالی یک امیر مؤمن و متقی و پرهیزگاری که دادن، او زمینه خدمت و زمینه آسایش و آرامش و امنیت و سکون و قراری را فراهم میکنند و رزق از طرف خدای پاکی است. روز اولی که از اینجا رفتین با امرا یک جور کالا در ملک بیگانه ها توانستین که به خود کار پیدا کنین،
به خود دکان پیدا کنین، به خود خانه پیدا کنین، در خانه خودتان به طریق اونا پیدا کرده میتونین. الله سبحانه و تعالی میگن که وجعلنا النهار معاشا، روز را برایتان به خاطر یافتن رزق و روزی پیدا کردیم. شب و روز و ماه و سال هر کدامش در همون معیار چوکات خود یک تعییناتی دارند. تعیینات روز به خاطر بنده ها یافتن رزق و روزی هستند. سعی بکنید، کوشش بکنید در قبال رزق روزیتان از فکر و عقل و تدبیرتان کار بگیرین. الله سبحانه و تعالی که این ابتلایی را که بر بالای ملت مسلمان افغانستان آوردن، از او طرف دریچه دروازه رزق روزی را هم برایشان باز میکند و این نظام مخلص و خالص و امیرای متقی پرهیزگار هم در خدمت شما هستند. هوا هم یخ است، وقتتان دیگر زیاد نمیگیرم و برایتان دعا میکنیم. الله سبحانه و تعالی این خانه آبایی اجدادیتان خانه امن و سکون و قرار، خانه پر از رزق روزی، خانه صحت سلامت عافیتی براتان بگردانه و در ظاهر خود سختی است و مشکلات است و عودت است، انشالله در حقیقت خوب است که فرزندانتان، نسل آینده تان در ملک آبایی اجدادیتان میمانند، در ملک آبادی اجدادیتان کلان میشوند. همون نسلتان با امرای نسلهای دیگه، قومهای دیگه تان در یک شانه به شانه در یک اجتماع زندگی میکنند و صاحب ملک آبادی و آبایی اجدادیشان میشوند. این خود در حقیقت خوبی است. خوش آمدین، قدمایتان حسنات. امارت اسلامی در خدمت شما هستند، ما در خدمت شما هستیم و چیزی که همه سعی تلاش کوششی که دولت دارن او به خاطر آسایش شما هستند. جزاکم الله خیر. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.